سلام دوستای عزیزم. توی پست قبلی بهتون بافت ساده رو یاد دادم، اینکه چه تعدادی سر بندازیم رو آموزش دیدیم. برای مقیاس که ما چه تعدادی میتونیم سر بندازیم و اون رو با سانتیمتر اندازه بگیریم و یه مقیاسی دستمون میاد برای بافتی که میخوایم انجام بدیم بر اساس اون کانوایی که داریم. بافت ساده رو آموزش دادیم، بافت از زیر، بافت از رو. اما الان میخوام بافت ابری یا ریکن رو آموزش بدم که بیشتر در حاشیه ها استفاده میشه. حاشیه بلوز، کلاه و کاربرد زیادی داره. برای بافت ریکن دونه های ما یا همه باید از زیر بافته بشن یا همه باید از رو بافته بشن. خب بافت زیر رو ما انجام دادیم. بافتو حالا این دفعه من میام بافتو از رو، همه رو از رو انجام میدم که شما ببینید چه پشت کار و چه روی کار از رو بافته بشه یا پشت و روی کار از زیر بافته بشه. مثل قبلی نیستش که. خب پس حالا توی بافت ریکن یا ابری همه دونه ها باید یا از رو بافته بشه یا از زیر. مثل این بافت ساده نیست که یک رج از رو یک رج از زیر باشه. حالا من اون رج رو از رو بافتم، اینجا دوباره از رو می بافم تا شما ببینید بافت ریکن به چه شکلی در میاد یا بافت ابری. این هم باز میل میاد روی کار و نخ رو میکشه بیرون. طریقه بافت ساده رو زیر بافتن و رو بافتن رو من تو آموزش قبلی، تو پست قبلی آموزش دادم. خب حالا برای اینکه ما این بافت ابری رو داشته باشیم، برای هر یک رج بافت ابری ما احتیاج داریم یه رج رفت و یک رج برگشت رو انجام بدیم تا یه دونه ابری به این شکل داشته باشیم. این بافت رو بهش میگن بافت ریکن یا بافت ابری. قبلا هم گفتم برای این بافت همه دونه ها چه رج رو رفت و چه رج برگشت به یه شکل بافته میشه، یعنی یا همشون از رو بافته میشه یا همشون از زیر بافته میشه. من الان چون همه رو از رو بافتم باز این رج رو هم از رو میبافم. خب حالا رج برگشت رو هم باز من از رو میبافم چون ریکن من کلا از روه. حالا شما میتونید همین بافت ریکن رو همه از زیر هم انجام بدیم، باز به همین شکل در میاد. این بافت ابری بافت بسیار قشنگیه، جمع نمیشه و برای حاشیه جا دکمه بافت بسیار قشنگ و مناسبیه. خب این دو رج برای من در اصل من 4 رج بافتم، رفت برگشت، یه دونه به من بافت ریکن داد، دوباره رفت و برگشت و اینجا با 4 رج من 2 تا حاشیه ریکن رو دارم. این بافت ریکن خیلی قشنگه توی وسط کار، توی گفتم جادوگمه، بافت جادوگمه و اینکه سر تا سرم اگه از این ببافین بافتتون نه جمع میشه نه کم میشه نه اضافه میاد. مثلا ببینید این الان کنارهاش جمع شده، بافت ساده لوله میشه، ولی بافت ریکن همونطوری که بافته میشه همونطور به همون شکل صاف وای میسته.